إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الإخوة والأخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. همگی برنامه گذشته را به یاد داریم که در آن قصه پیشوای زنهای عالم را برایتان گفته بودیم. همان مریم عذرا. از تولد شدنش سخن گفتیم، از حیاتش، از چگونگی های عبادتش سخن گفته بودیم. خداوند برای او طعام و نوشاکی میداد. طعام های تابستانه را در زمستان و طعام های زمستانه را در تابستان به او روزی گردانیده بود. و خداوند به هر کی بخواهد به اندازه روزی میدهد. سپس با اذن خداوند ذوالجلال عیسی پسر مریم را تولد کرد. هرگاه با آن نوزادش به نزد قومش آمد، درباره او هر گونه سخنها گفتند. سخنهای آنها تهمتی بزرگی در حق مریم بود. او را تهمت کردند، لیکن خداوند عیسی پسر مریم را به سخن درآورد تا یک معجزه برای مردم باشد. عیسی پسر مریم که هنوز طفل خردسال بود گفت: قال إني عبد الله آتانی الكتاب. خداوند برای او انجیل را فرستاد. آتانی الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. مادرش کی بود؟ پیشوای زنهای عالم. خداوند او را پیشوای زنهای عالم برگزیده بود. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقتی که عیسی علیه السلام تولد شد، در روی زمین حادثه های رخ داد. در مشرق و مغرب صنم ها به زمین افتادند، زیرا عیسی پسر مریم تولد شد. بسیاری از شرکیات و کفر ساقط شد، زیرا عیسی پسر مریم تولد شد. بلکه شیطان های آسمان سنگسار شدند. حتی شیطان اساسی ابلیس لشکری خود را می جست که کجا شدند، چی رخ داده است. حتی که شیطان ها به چپ و راست در روی زمین می دویدند. چی رخ داد، چی می گذرد. همه آنها به فلسطین رسیدند. آن کودکی نوزاد در خانه اشان بود. کی؟ عیسی پسر مریم. در خانه کی؟ در خانه مادرش مریم عذرا. شیطان ها می خواستند نزدیک شوند. وقتا نزدیک شدند، دیدند که ملائک از عیسی و مادرش محافظت میکنند. ملائک رحمان در روی زمین کی را محافظت میکنند؟ نبی خدا عیسی و مادرش را از شیطانهای زمینی محافظت میکنند. آنها جمع شده بودند تا که به عیسی پسر مریم آزاری رسانند، لیکن این دعای مادر مریم سبب گشت تا که آنها در امان مانند. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خداوند او را محافظت کرد، از تمام شیطان ها نجاتش داد، او را و پسرش عیسی پسر مریم را. معجزه ها آشکار می شد و مردم در این باره سخن ها می گفتند. این چی کودکی است؟ نو تولد شده است ولکن مثل مردان سخن می گوید. چه قصه ای دارد؟ این یکی از معجزه های خداوند است. بنی اسرائیل در این باره سخن ها می گفتند. خبر زود بین آنها پهن شد که کودکی را خداوند به سخن درآورده است. عادت بنی اسرائیل این بود که هرگاه پیامبری می آمد که با خواهش آنها راست نمی آمد، کبر می ورزیدند یا بعضی آنها را می کشتند یا که با بعضی آنها کافر می شدند. این عادت بنی اسرائیل بود. با عیسی پسر مریم نیز چنین کردند. او هنوز کودک خردسالی بود، با کودکان بازی میکرد، لیکن در او آثار معجزه ها آشکار میشد. خداوند به او معجزه های داده بود. همراه با کودکان وقتی که بازی میکرد به آنها میگفت: من میدانم که تو امروز در خانه اتان چی خورده ای و این چنین میدانم که شما در خانه اتان چی ذخیره های دارید، بلکه چی طعام های خورده اید، بلکه چی طعام ها در خانه دارید، می توانم از آن به شما خبر دهم. در حالی که او طفل خردسال بود، این خبرهای او بین مردم زود پهن می شد. این چی طفلی است؟ این چی کودکی است که چنین و چنان می شود با او؟ حتی که یهودیان خواستند مریم و پسرش را به قتل رسانند.
عیسی پسر مریم و مادرش را کشتن می‌خواستند. خداوند به مریم وحی فرستاد تا از این شهر برآید. با عیسی علیه السلام از آنجا بیرون رو به سوی مکانی که در آنجا دریا جاری است و بعضی از زراعت‌ها موجود است، به آنجا بیرو. مریم عذرا با پسری خردسالش عیسی علیه السلام از فلسطین به سوی مصر رفتند. چند مدت آنجا ماندند. سپس خداوند ذوالجلال به آنها وحی فرستاد که تا دوم باره به مکان خود برگردند. عیسی پسر مریم به سن جوانی رسیده بود. خداوند را عبادت میکرد. به مردم دین خدا را تعلیم میداد. عیسی پسر مریم در خلوت بودن را دوست می داشت. در صحرا و جنگلزارها، در نزد دریاچه ها به خلوت می نشست و خداوند را ذکر می کرد و عبادت خداوند ذوالجلال را می کرد. مادرش نفقه او را تأمین می کرد. و همین حال مردم را به سوی خداوند دعوت می کرد و یهودیان بر ضد او نقشه ها می کشیدند. بد دیدند او را، حسد می بردند، دشمنی می کردند، لیکن خداوند همیشه او را از آنها نجات می داد. عز وجل. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. عیسی علیه السلام از نزد قبرستان می گذشت که زنی را دید که آنجا نشسته گریه می کند. از او سبب گریه اش را پرسان شد. گفت دخترم را از دست دادم، غیر از او کسی دیگری را ندارم و من با خدا عهد کردم که از قبر او دور نمی شوم تا اینکه او را ببینم یا مثل او بمیرم. عیسی پسر مریم با او گفت اگر من خداوند را دعا کنم و او دختری تو را زنده کند، او را دوم باره ببینی از اینجا می روی؟ گفت آره ای نبی خدا. پس نماز خواند و دعا کرد تا اینکه دخترک را زنده کند. سپس بالای قبر او آمد و نزد آن زن نشست. گفت ای جوان دختر، به اذن خداوند ذوالجلال بیرون آی. قبر در حرکت درآمد. سپس دوم باره ندا کرد. قبر لرزید. سپس باری سوم ندا کرد. آن دخترک برخاست که مویهایش سفید شده بود. نبی خدا از او پرسید چرا به من دیر جواب دادی؟ گفت در ندای اولت خداوند فرشته ای را امر کرد تا خلقت مرا ترتیب دهد و در ندای دوم خداوند امر کرد تا روح را برگردانم و در ندای سوم قبر باز شد و من برآمدم. گمان کردم که قیامت قائم شده است و موی سر من از این سفید گشت. سپس به مادرش نگاه کرد که در حالتی ترس بود. گفت ای مادر جان، از خدا بترس، از خدا بترس و صبر کن و این را به خدای ذوالجلال حواله کن. چرا باز دوم باره سختی جان کندن را برای من آماده کردی؟ سپس به سوی عیسی پسر مریم رفت. با او گفت ای نبی خدا، از خدا بخواه تا مرا دوم باره برگرداند و دوم باره سختی مرگ را به من نچشاند. خداوند را دعا کرد. این معجزه برای بنی اسرائیل بود. عیسی پسر مریم مردگان را امر میکرد به اذن خداوند ذوالجلال بیرون میشدند. اینچنین عیسی پسر مریم به سر کوری مادرزاد دست خود را میمالید او بینا میگشت و به پوست کسانی که بیماری پیس داشتند دستش را میمالید. خداوند ذوالجلال آنها را شفا میداد. اینچنین عیسی پسر مریم لای را گرفته به نزد بنی اسرائیل می آمد و آن را به شکل پرنده ای کرد و به او می دمید. آن لای به اذن خداوند ذوالجلال چون پرنده پرواز میکرد. اینها همش معجزه های آشکاری بودند. اینها همه معجزه های آشکاری بودند. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. معجزه های آشکاری. همه این را خداوند در اختیار کی قرار داده بود؟ در اختیار عیسی پسر مریم. حواری ها با او ایمان آوردند، اما یهودیان با او کافر شدند از روی بدبینی و سرکشی و حسدشان.
آیا چنین نبود که هرگاه به شما فرستاده می آمد که بر خواهش نفس شما سخن نمی گفت تکبر می ورزیدید؟ با وجود این همه معجزه های آشکار به او کافر شدید. معجزه هایی که خداوند برای تأیید نبیش و برگزیده اش عیسی پسر مریم داده بود. عیسی پسر مریم پروایی نداشت. با آنکه با او دشمنی میکردند و با او زید میبرآمدند، با او مبارزه میبردند، زیرا او از پیامبران اولوالعزم بود. قومش را صبر کرد در حالی که آنها او را اذیت میدادند، آزار آنها را تحمل میکرد. یهودیان او را دشنام میکردند، نسبت او و مادرش سخنهای ناجا میزدند. با وجود این همه پروایی نداشت، به سوی خداوند دعوت میکرد و خداوند برای او انجیل را نازل کرده بود که کتاب پیش از خود تورات را تصدیق میکرد. چنانه که خداوند از عیسی پسر مریم و بنی اسرائیل میگوید، خداوند ذوالجلال آنها را به عیسی پسر مریم یادآوری کرده چنین گفته بود: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. در انجیل عیسی علیه السلام قومش را مژده داد که نبی پس از او خواهد آمد که نامش احمد است. عیسی علیه السلام دین خدا را تبلیغ میکرد و مردم با او مبارزه میبردند، دشمنی میکردند. در اطرافش حواری ها بودند، با او ایمان آوردند، کمکش میکردند. آنها از او یک طلبی خواستند. چی بود آن طلبی که حواری ها از عیسی پسر مریم خواسته بودند؟ ای عیسی پسر مریم، میخواهیم یک معجزه ای را ببینیم. پیش از این عیسی علیه السلام آنها را امر کرده بود تا 30 روز روزه بدارند. پیش از افطار روز 31 از عیسی یک طلبی کردند. با آنها گفت: چی میخواهید؟ گفتند: معجزه میخواهیم خداوند دسترخوانی از آسمان برای ما نازل کند. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. عیسی پسر مریم از آنها پرسید: چی چیز شما را وادار ساخت چنین درخواست کنید؟ چرا دسترخوانی از طعام میخواهید که از آسمان به شما نازل شود؟ حواری ها در جواب گفتند: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هیچ چیز نمیخواهیم ای عیسی، میخواهیم از آن دسترخوان بخوریم، میخواهیم دلهایمان آرام گیرد، میخواهیم یکی از معجزه های الهی را ببینیم. و این قصه را خداوند در قرآن کریم در سوره دراز ذکر کرده است، در سوره با نام مائده. دسترخوانی که خداوند برای حواری های عیسی علیه السلام فرستاد. اینجا عیسی پسر مریم قومش را نصیحت میکرد، حواری ها را نصیحت میکرد، با آنها میگفت: از خدا بترسید. این چی است که شما خواسته اید؟ اگر این دسترخوان به شما نازل شود و شما اگر شکر آن را، حق آن را به جا آورده نتوانید، خداوند شما را عذاب میکند. چرا کاری را میخواهید که شاید از ادای شکر آن برآمده نمیتوانید؟ گفتند: ما این دسترخوان را میخواهیم تا دل ما آرام گیرد، میخواهیم از آن دسترخوان بخوریم، ما این دسترخوان را میخواهیم. عیسی پسر مریم شبهای دراز خداوند را دعا کرد. وإذ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. دسترخوانی با طعامهای گوناگون.
چرا؟ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اینجا پروردگاری ما دعای عیسی علیه السلام و حواری ها و اصحاب عیسی علیه السلام را اجابت کرد. ناگهان یک دسترخوان بزرگی از آسمان فرود آمد که در آن از هر گونه طعام‌ها و نوشاکی‌ها بود. طعام‌هایی که دیده بودند یا تماما ندیده بودند، نوع‌های گوشت، میوگی، سبزوات، پرندگان و ماهیان و طعام‌هایی که هیچگاه در روی زمین ندیده بودند. خداوند ذوالجلال آن را از آسمان برای آنها نازل کرد. یک عید برای همه آنها بود. چرا خداوند این دسترخوان را نازل کرد؟ یک کرامت بود برای بنده‌اش و نبیش عیسی پسر مریم علیه السلام. آن دسترخوان فرود آمد. تصور کنید که چگونه از آسمان یک دسترخوان فرود می آید. بنی اسرائیل و اصحاب عیسی علیه السلام و ده ها هزار آدم ها در به این دسترخوان نگاه می کردند. وقتی که دسترخوان نازل شد کسی به آن نزدیک نمی شد. عیسی علیه السلام گفت بخورید. از آن رزقی که خداوند برایتان روزی داده است بخورید. مردم ترسیدند. غیر از فقیران کسی نزدیک نمی شد و پیروان پیامبران فقیران و مسکینان. آنها به نزد عیسی علیه السلام آمدند تا از آن دسترخوان بخورند، اما غیر آنها باز ایستادند. میخواستند ببینند که با این مردم چی رخ میدهد. مسکینان و فقیران از آن خوردند. بیماران و ضعیفان از آن طعامی که خداوند از آسمان روان کرده بود خوردند. وقتی که از آن طعامها خوردند تمام بیماران شفا یافتند. همه کسانی که بیماری داشتند خداوند به سبب این طعامها آن بیماری ها را از آنها دور کرد. این یکی از معجزه های خداوند است. این یکی از نشانه ها و معجزه هایی است که خداوند به عیسی علیه السلام و به اصحابش نشان داده بود. عیسی علیه السلام مدام خداوند را دعا میکرد، دین خدا را تبلیغ میکرد. مادرش مریم عذرا باشد با دستانش کار میکرد تا نفقه پسرش را تامین کند. آن پسری که مردم در او اختلاف نشان دادند. بعضی از مردمان او را کافر شدند و دشمن او گشتند و بعضی دیگر ایمان آوردند با او را تصدیق کردند. این عیسی پسر مریم است که مدام مردم را به سوی خداوند دعوت میکرد. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. ظل عيسى بن مريم عیسی پسر مریم دعوتش را به سوی خداوند دوام میداد. قومش را نصیحت میکرد، پندشان میداد و خداوند برای او معجزه های داده بود. لیکن یهودیان، آنها یهودیانند. آیا نبی را به حالش گذاشتند؟ آیا مردم را به حالشان گذاشتند که خداوند را عبادت کنند؟ هرگز. با پیامبران یا کافر می شدند یا اینکه آنها را به قتل می رسانیدند. وقتی که دیدند که مردم در اطراف عیسی علیه السلام جمع می شوند، مفتون سخنهای او گشتند، پیوسته موعظه های او را گوش می کنند و او آنها را به خداوند نزدیک می کند. روز تا روز انصار و حواریانش زیاد شده ایستادند. اینجا بود که یهودیان در پی او شدند. و بعضی از پادشاهان چنین نامه ها می نوشتند که عیسی پسر مریم ملکتان را از شما گرفتنی است. گفتند چی باید کرد؟ راهی چاره چیست؟ گفتند هیچ چیز، تنها بیروید و او را بکشید، زیرا کسی از مردم سد راه شما شده نمیتواند. اطراف او تنها فقیران و مسکینانند. بیروید و او را بکشید. اگر شما چنین بکنید نجات مییابید و مردم را نیز از او نجات میدهید. اینجا آنها فرموده های یهودیان را پذیرفتند. به سوی او رفتند تا او را بکشند. وقتی که به آنجا رفتنی شدند، خداوند ذوالجلال عیسی پسر مریم را از این چیز خبردار کرد. اینجا کسانی هستند که میخواهند تو را بکشند. کسانی هستند که میخواهند بر ضد تو مکر کنند. و مکر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
عیسی پسر مریم با 12 نفر از یارانش در یکی از خانه‌های آنها نشسته بود. مردم او را می‌جستند. کی را می‌جستند؟ عیسی پسر مریم را، کلمت الله را، روح الله را، عیسی پسر مریم را. مردم او را می‌جستند، می‌خواستند او را بکشند. کی را؟ پسری پیشوای زنهای عالم را کشتن می‌خواهند. مردی که مردم را به سوی خداوند دعوت می‌کند. می‌خواهند او را بکشند. می‌خواهند این مردی پرهیزگاری پاک را بکشند. چرا؟ چون که او آنها را به سوی خدا دعوت می‌کرد. او آخرین پیامبری بنی اسرائیل است. با این وجود می‌خواهند او را بکشند. مردم همه جا او را می‌جستند تا اینکه به کمک همدیگر آن خانه‌ای را که عیسی علیه السلام در آنجا بود پیدا کردند. عیسی پسر مریم نشسته بود و اطرافش 12 تن از حواری‌ها بودند، منتظر آن بودند که چه حادثه رخ می‌دهد. خداوند وعده داده است که او را نجات می‌دهد. مردم در او را می‌کوفتند، می‌خواستند آن در را بشکنند. اینجا عیسی پسر مریم از حواری‌ها پرسید. به آنها گفت: کی می‌خواهد به جای من برآید تا در جنت همراه من باشد و در آن مکانی که من هستم با من باشد؟ خداوند او را به مثل من می‌گرداند تا به نزد آنها برود. یکی از آنها که خیلی جوان بود و شجاع‌ترینشان بود گفت: من می‌خواهم ای نبی خدا، من می‌روم. عیسی پسر مریم با او گفت: بنشین. باری دوم گفت: کی می‌خواهد خداوند او را به مثل من گرداند تا در جنت همراه من باشد، یعنی در درجه من باشد؟ همان جوان باز از جایش خیست. شجاع‌ترینشان بود، ایمانش از دیگرها دیده زیادتر بود. اینجا عیسی علیه السلام با او گفت: این طور باشد برو، به سوی آنها برو. ناگه سقف آن خانه گشاده شد. ملائک آمدند تا اینکه او را ببرند. آسمان برای کی گشاده شد؟ برای عیسی پسر مریم. یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا. خداوند او را نجات داد از دست کافران، از دست نجسان، یهودیانی که میخواستند او را بکشند. خداوند ذوالجلال او را از دست آنها نجات داد. انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. آن پیروانی تو که از اهل ایمانند، آنها را خداوند ذوالجلال تا روز قیامت از پیروان تو میگرداند. عیسی پسر مریم بالا برده شد. آنی که خداوند او را به مثل عیسی علیه السلام گردانیده بود به نزد آنها برآمد. او را گرفتند، بردند، خار را بر سر او ماندند، او را بر صلیب گذاشتند تا بکشندش. وقتی که او را کشتند، مریم عذرا نگاه میکرد، مادرش نگاه میکرد، فکر میکرد که او پسرش است. او کشته شد. یهودیان از این شاد و خرسند شدند و میگفتند: انا قتلنا المسیح. یهودیان خوشحال بودند. از کشتن کی؟ از کشتن عیسی پسر مریم. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. خداوند او را حفظ کرد. خداوند ذوالجلال او را از دست کافران و پلیدان نجات داد. نبیش عیسی پسر مریم را نجات داد و یهودیان گمان کردند که او را کشتند. مریم نشسته گریه میکرد. جبرائیل علیه السلام آمده او را مژده داد و آرام کرد. با او گفت: خداوند ذوالجلال عیسی علیه السلام را از دست آنها نجات داده به سوی آسمان برد. از دست کافران و پلیدان او را نجات داده است و او در آخر زمان بر میگردد. چگونه ای که ملائک او را برده بودند دوباره او را بر میگردانند. او باز میگردد و اهل کتاب به او ایمان میآورند پیش از مرگش تا روز قیامت. او میفراید و با کمک خداوند دجال را به قتل میرساند. خداوند او را بر قوم یهود پیروز میگرداند و مردم او را پیروی میکنند و او با دین خداوند آنها را حکم میکند تا اینکه با مرگ طبیعی خود میمیرند. اینجا برنامه امان به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند میسپاریم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص